متاسفانه تا امروز حکومت امارت اسلامی و طالبان در مورد قتل ایشان و کسانی که در پشت این قتل دست داشتند و به شکلی این ترور رو برنامه ریزی کرده بودند چیزی نگفتند و عکس العملی نشان ندادند و تنها حرفشان این بود که ما در این قتل دست نداریم و این کار ما نیست. اما وظیفه یک حکومت اسلامی این است که از جان و مال و ناموس تک تک شهروندان خود حمایت کند و دفاع بکند. حکومت طالبان امارت اسلامی باید پاسخ بدهد که قاتلان مولوی متوکل کیا هستند؟ چرا دستگیر نشدند؟ چرا با ماشین و پرچم طالبان میآیند و ایشان را از خانهشان میربایند و به شهادت میرسانند و اکثر دوستان و همراهان ایشان گواهی میدن که در این قتل و در این اختطاف و در این ترور شاخه ای از طالبانی که حکومت طالبان همانها را خوب میشناسند دست دارند و در این زمینه بعضی از ویدیوها و مدارکی هم در نزد دوستان هست که انشاءالله من سعی میکنم در هفته آینده برای اولین بار این مدارک رو انشاءالله اگر به دستم رسید نشر بکنم که ثابت میکنه طالبان در ترور و قتل مولوی صاحب متوکل دست دارن. ما در برنامه‌های متعددی در فیسبوک در مورد وظایف حکومت اسلامی صحبت کردیم که برقراری عدالت، حفظ مال، جان و ناموس شهروندان از وظایف مهم حکومت اسلامی است. در طی هفته گذشته ما عکس‌العمل حکومت طالبان را در مورد بعضی از هندوها و سیک هایی که در شهر کابل مورد اذیت و آزار قرار گرفته بودند دیدیم و شنیدیم که عکس‌العمل نشان دادن که هر کسی که اهل هنود و سیک ها را در افغانستان اذیت بکند، آزار بکند، به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهد شد، پیگیری خواهد شد. بعضی‌ها را دستگیر کردند. و همچنین در مورد شیعیان دیدیم که عکس‌العمل نشان دادن که کسانی که در انفجارات یا در ترور یا اذیت و آزار شیعیان دست داشته باشند مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند و از طرف حکومت بازخواست میشن. همه اینا خوب، ما هم مخالف این کارها نیستیم. این وظایف حکومت اسلامی است که حتی غیر مسلمان ها را در جامعه اسلامی حمایت بکند، حقوق آنها را مراعات بکند. اما جای تعجب اینجاست که چرا حکومت اسلامی و حکومتی که به نام امارت اسلامی در افغانستان ادعا می کنند که پیرو قرآن و سنت رسول الله هستند و شریعت اسلام را در افغانستان جاری می کنند، چرا در قبال قتل و ترور علمایی که دعوت به توحید و یکتاپرستی می کنند سکوت می کنند؟